سبک زندگی کلنگر یا همون هالیستیک لایف استایل یعنی زندگی بر پایه درک پیوستگی همه ابعاد وجود، جسم، ذهن، احساس و روح و انتخابایی که هر روز هماهنگ با این یک پارچگی انجام میدی. یعنی وقتی بدنت درد میگیره نگاه میکنی ببینی شاید فکرت، خوابت یا رابطت به هم خورده. وقتی بی‌حوصله‌ای نمیری بیشتر قهوه بخوری، میپرسی چی تو زندگیم از تعادل خارج شده. وقتی روی خودت کار میکنی نمیری فقط کتاب بخونی، بدنت، احساساتت و محیطت رو هم وارد بازی میکنی. به زبون ساده تر زندگی کلنگر یعنی زندگی که توش همه بخش‌های وجود با هم دوست باشن، نه دشمن. و یه چیز مهم، این سبک زندگی درباره کمال و کمالگرایی نیست، درباره هماهنگی و تعادله. گاهی روتینای کوچیک، غذای ساده، خواب بهتر، گوش دادن به بدن، کمی حرکت یا چند لحظه آرامش همینا میتونن معجزه کنن.